خب بالاخره تسلا سیستم خودران یا همون اتوپایلوت یا سلف درایو خودش رو در استرالیا هم راه اندازی کرد. از 2 ماه پیش راه افتاده. من هم یه هفته هست دارم استفاده میکنم و فعلا که ازش راضیم. اینجا بهتون نشون میدم که چطوری کار میکنه. شما مقصد رو به تسلا میدین و بعدش وارد اتوپایلوت میشین و از اینجا به بعد شما رو به مقصد میبره. نیازی به گرفتن فرمون نیست. خودش سر 3 راه 4 راه و تقاطع‌ها میسته، اطراف رو نگاه میکنه با دوربینایی که داره، به موقع میپیچه. گاز و ترمز دیگه لازم نیست فشار بدین، خودش مسیر رو براتون پیدا میکنه. نگران گم کردن راه و اینا نیستین. سرعت رو ملاحظه میکنه، یعنی از سرعت مجاز بیشتر نمیره. ببینید که من دستام روی فرمون نیست، ولی خب باید آماده باشین که اگر که لازم بود ترمز بگیرین. خب این ایمنی رو برای راننده و سرنشین ها به حد اکثر میرسونه، چون سرعت رو رعایت میکنه، فاصله با خودرو جلو رو رعایت میکنه و با 7-8 تا دوربینی که اطراف تسلا هست همه جا رو چک میکنه، در حالی که راننده به طور معمول نمیتونه حواسش به همه جا باشه. البته چون استرالیا بین کشورهایی که از سمت چپ رانندگی میکنن اولین کشوری هست که داره این سیستم رو تست میکنه، ممکنه یه مقداری اوایلش کانفیوز بشه بعضی وقتا، بنابراین حواستون باید باشه و نظارت کامل به عملکرد این سیستم اتوپایلوت داشته باشید. همونطور که میبینید اینجا سر چراغ قرمز خودرو با نرمی تمام ترمز کرد و ایستاد. من منتظر میشه که چراغ سبز بشه. خب چراغ سبز شد و باید بپیچه سمت راست. اینجا باید بپیچه سمت چپ. خب اینجا یه میدون کوچولویی هست که باید بپیچه سمت راست. همین سادگی. خب حالا کم کم وارد یه خیابون اصلی میشیم، ببینیم که اونجا چیکار می‌کنه. برو سمت چپ. مواظب این پیاده باش. خب اینجا از یه خیابون فرعی وارد یه خیابون اصلی نسبتا شلوغ میشیم، ببینیم چیکار می‌کنه. خب سمت راست ماشینی نمیاد، سمت چپ یه دونه هست داره نزدیک میشه. خیلی عالی، خودش با احتیاط پیچید. فقط بعضی وقتا مخصوصا برای ما راننده‌های ایرانی یه خورده اعصاب خورد کنیم. مثلا اینجا 2 تا لاین هست سمت راست که خیلی شلوغه، لاین سمت چپی کاملا خلوته. خب من اگه بودم میرفتم لاین سمت چپی که در این حالی که خلافی نکردم خب ترافیکی کمتریه و زودتر به مقصد برسم، ولی خب این کار نمیکنه. خیلی مقرراتی و مؤدبه. دقت کنین برای اینکه بتونین نرم افزار تسلاتون رو آپگرید بکنین برای اتوپایلوت، تسلاتون باید حتما هاردور 4 یعنی سخت افزار 4 رو داشته باشه که معمولا تسلاهای مدل 3 یا وای بعد از حدود اپریل 2024 اگه تولید شده باشن این آپشن رو دارن. اگه قبل از اون باشن هاردور 3 هست و با هاردور 3 فعلا نمیشه. البته ایلان ماسک گفته که دارن سعی میکنن روی هاردور 3 هم کار بکنن. البته اگه واقعا لازم باشه و شرایط اجازه بده سبقت هم میگیره، هم از سمت راست هم از سمت چپ. اگر که حس بکنه ماشین جلویی خیلی داره یواش میره و لاین‌های اطراف خلوته، با احتیاط راهنما رو میزنه، سبقتش هم میگیره. خب دیدین اینجا الان میخواد بره سمت چپ. از حدود 500 متر قبلش راهنما رو زد، 2 تا لاین عوض کرد که بره خیابون سمت چپ. خب اینجا من سر راه میخوام یه کافی بگیرم، بنابراین اینو غیر فعالش میکنم، یعنی فرمان رو دست میگیرم و برم یه کافی بگیرم و بعد ادامه راه رو بریم. خب
هرچند دیگه نزدیک محل کارم هستم، اما برای که نشونتون بدم دوباره سیستم اتوپایلوت رو فعال میکنم. خب این دستک دنده رو یه بار به سمت پایین فشار بدین، اتوپایلوت فعال میشه. دوباره بزنین غیر فعال میشه. البته در مدل 2025 دستک دنده هم حذف شده و دنده از روی مانیتور عوض میشه. خب اینجا اومد وارد این لاین بشه. حالا من اینجا مثلا به طور دستی خودم میام تو این لاین دیگه قرار میگیرم، چون میدونم که میخوام برم مستقیم و این لاین سمت چپی میره سمت چپ. چیزای ظریف کوچیک و گاهی وقتا دیگه باید خودمون اینترونشن کنیم. خب دوباره گذاشتم رو اتوپایلوت رو ببینیم که چیکار میکنه. چراغ سبز رو رد کرد و چراغ سبز بعدی. وقتی که این علامت رنگین کمان روشنه یعنی که اتوپایلوت فعاله. یادتون باشه حتما باید مقصد رو بهش بدین. اگه مقصد رو ندین و رو اتوپایلوت بذارین مستقیم میره دیگه، کاری نداره. البته دیگه توی پارکینگ نمیره، یعنی وقتی که به مقصد رسیدین جلو مقصد میگه که بفرما برو دیگه، ولی تو پارکینگ بخوام برین دیگه خودتون باید. حالا اگه فرصت شد تو یه ویدیوی طولانی تر یه روز کامل رو از خونه به محل کار و از محل کار به خونه که جمعاً میشه حدود 40 دقیقه رو براتون فیلم میگیرم بدون هیچ ادیتی که ببینیم چیکار میکنه. مرسی.